نگاران نامدار و قدبلندترین جمشید حلیم. لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف، خنده هم داروست لبوی کسا را تبابت میکند. وجه وقتی آغاز امروزه برنامه شد و در تمام جهان امروز روزی است که مبارزه بر ضد کسلی و سیرویت کردن کسلی ویچ اسپید است و از تمام تلفندارا خواهش میکنم خواهم که تلفنشون با چنین کسلی مبادل نگردد، تلفناتون خاموش کنید. در جای جمعیتی استفاده بردن تلفن‌های موبیلی منع کرده شده است. خواهر برادر اشتراکچی تلفنات را کشید تا از چی نگفتن، چون که این برنامه ما از روی پروگرام